22 بهمن 57 وقتی انقلاب شد ما یه مشکل داشتیم به اسم خلق کرد پیروز است، ارتجاع نابود است. الان اگر حکومت مرکزی در تهران سقوط بکنه مثل 22 بهمن 57 فقط بژی کردستان نخواهد بود، یاشاسین آذربایجان هم خواهد بود، خلق عرب هم خواهد بود و ده هزار سنی که من امروز دیدم. 22 بهمن 57 سنیای زاهدان، سنیای سیستان و بلوچستان آگاه از هویت سنیشون به عنوان هویت نبودن. با شیعیان با ماوقی زندگی میکردن، ازدواج میکردن اینا، ولی خب مثلا سنی بودن. الان شما کاری کردید که سنیتشون رو احیا کردین. شما همون بلایی که سر کردها آورده شده، همون که سر آذریا شده، سر فلان. اگر شما سیاست‌های غلطی رو در مورد اقلیت‌ها داری به کار میبری، پس فردا که بی‌ثباتی تو مملکت حاکم شد حق نداری بگی که ببین اسرائیل تو کردستان تو مهاباد چیکار دارن میکنن. شما بودی که 40 سال 50 سال فقط با سرنیزه بر کردستان حکومت کردی.